خب یکی از وظایفی که ما وکلا داریم اینه که باید کارآموز بگیریم. چند سال پیش، خیلی سال پیش، یکی از دوستان مراجعه داشت به من و یک کارآموز خانمی رو معرفی کرد و تعریف تمجید کرد. خب گفتیم جلسه بذاریم و با ایشون آشنا بشیم. این خانم تشریف آوردن با همسر محترمشون. شوهر خیلی متشخصی داشت ایشون و عضوی که از ارگان ها هم بود، به اصطلاح شاغل بود و شغل دولتی، شغل نسبتا موجه و خوبی هم داشت. خب این خانم قبل از اینکه به اصطلاح وکیل بشه با ایشون ازدواج کرده بود. بعد در طی زندگیشون مدارج تحصیلی رو خونده بود، با کمک همسرش لیسانس حقوق گرفته بود، فوق لیسانس گرفته بود. زمانی که تشریف آوردن دفتر ما، ایشون در مقطع دکتری داشت تحصیل میکرد و این شوهرش ایشون رو به اصطلاح این ور اون ور میبرد و خیلی حمایت میکرد و خود ادعا و فرمایش ایشون بود که با حمایت شوهرش تونسته تا اینجا به اصطلاح کارو پیش ببره و به این درجه برسه و وکیل بشه و دانشجوی دکتری. خب همزمان مشغول شده به تدریس در یکی از دانشگاه‌های شهرمون و شخص بسیار موجهی بود. من با این اوصاف خب ایشون رو برای کارآموزی قبول کردم و وکیل و کارآموز بسیار خوب و فعال و پر انرژی هم بود ایشون. بر طبق به اصطلاح قراری که گذاشتیم که از اتاقای دفترم به ایشون دادم و دست برقضا مراجعه کننده زیادی هم داشتم. ایشون در دوران کارآموزی خیلی فعال بود و در این حال که مراجعاتی داشتن به ایشون، من یه آقایی رو چند دفعه دیدم که تو دفتر با ایشون رفت آمد میکرد و سوال کردم که این آقا کی است که بیشتر از معمول میاد، قبل از شما میاد، منتظر شما میشه و به اصطلاح موکل نیست. ایشون توضیح داد که بله این آقا یک کسی بوده که مثلا یکی از مامورین دولتی بوده که الان نیست ولی بر من پرونده میاره. خب اونجا من تذکر دادم، گفتم شما پرونده هایی که اینها میارن مراقب باشین، عوارضی نداشته باشه و براتون مشکل به وجود نیاره. بالاخره اینا کسایی هستن که با روابط گاهن ناسالم به پرونده های دسترسی پیدا میکنن و اونها رو به وکلا ارجاع میدن و به عبارتی یک شکل شمایل کارچاخونی میگیره و خطراتی داره. انتقال تجربه کردم. خب ایشون هم گفت آره حواسم هست و این داستانا. دوره کارآموزی ایشون حدود 2 سال بود که در دفترم بودم و خیلی فعال بود و من بارها این آقا رو میدیدم و هر دفعه من البته باز ضمنی که تذکری میدادم. گذشت دوره کارآموزیشون که تموم شد، خیلی اصرار داشت که این اتاقی که من بهشون دادم در ادامه در اختیار خودشون باشه و اجاره بدم. من قبول نکردم، گفتم نه، چون من تکلیف دارم باز کارآموز بگیرم، برای کارآموز بعدی اتاقو لازم دارم و شما برای خودتون که دفتر بگیرین، وکیل پایه یک شدین و مستقل بشین و دفتر بگیرین و این اتاق رو من نمیتونم به شما بدم. خب ایشون دیگه از جای ما کارش تموم شد و تشریف بردن، ولی دورادور خبر داشتم یه دفتر خیلی خوبی گرفتن، یه جای خیلی به اصطلاح ویژه و باز خبر داشتم که بسیار سرشون شلوغه و وکیل پرکاری هستن، موکل زیادی دارن و اینها. خب برای ما باعث افتخار بود تا اینجا کار که مشکلی نبود. در این حال ایشون در بحث وکالت همینجور مدارج ترقی رو به اصطلاح پیمود و حتی سمت‌هایی رو در قانون وکلا یا در ارتباط با بعضی از ارگان‌ها کسب کرد و یک شخص متشخصی شد. یواش یواش خیلی‌ها میشناختن ایشون رو. یه روزی یادمه که من در قانون بودم و اونجا سمتی داشتم، سمت عضویت در هیئت مدیره و بازرس قانون بودم. یک کسی من مراجعه کرد، گفت که فلانی، این خانم فلانی که کارآموز شما بود ازش اطلاع داری؟ گفتم نه، دور خبر دارم که پرونده‌های وکالتی خوبی داره و اینها. گفت حالا ایناش که بماند، از شوهرش خبر داری یا نه؟ گفتم من اطلاع ندارم، حقیقتا با ایشون ارتباط ندارم و اطلاع ندارم. گفت حالا اگه میشه یه سوالی بکن ازشون، ببین که شوهرش کجا هست. حالا به من چه ربطی داره؟ گفت به صلاح است این کارو بکنید، چون من به ایشون مشکوکم که به اصطلاح سر شوهرش بلایی نیامده باشه. خب برای من یه سوال برانگیز شد که چرا باید اتفاق افتاده باشه. اتفاقا همونجا یک
نامه محرمانه از یکی از مراجع رسید به کانون که راجبش این تحقیق بیشتر بشه. دست برقضا این مسئولیت رو هیئت مدیره به من سپرد که ازشون تحقیق بکنم و راجب این موضوع، راجب مسائل پیرامونیشون ازشون سوالاتی بکنم و گزارش بدم به هیئت مدیره. من ایشون رو دعوت کردم کانون و جلسه گذاشتیم خدمتشون. مطالبی بود رد و بدل شد، سوالاتی کردم دیگه. در انتها از احوال شوهرش پرسیدم، گفتم خانم فلانی از آقای فلانی چه خبر، همسرتون؟ یه جا خورد، گفت آقای فلانی خوبن، خیلی خوبن، سلام میرسونن. بعد گفت البته نیستن. گفتم یعنی چی؟ بالاخره هستن نیستن؟ گفت مدتی رفته سفر. گفتم خب کجا رفته؟ گفت فکر میکنم سوریه. گفتم چرا فکر میکنی، مگه مطمئن نیست؟ گفت نه، چون که ایشون خداحافظی کرد از ما و چند ماهی رفته و ما ازش خبری نداریم. گفتم خب این خیلی عجیبه. گفتم چطور میشه کسی خداحافظی کنه بره شما بیخبر باشین؟ گفت حقیقتا به نظر میاد که یک مأموریت ویژه رفته و محرمانه است، حالا اونجا ما نمیدونم شهید شده یا فلان. یک سری مطالب ضد نقیض رو ایشون تحویل من داد. یعنی چی شما شکایت کردی پیگیری؟ گفت آره من در دادسرا هم رفتم پرونده تشکیل دادم و به عنوان مفقودی اعلام کردم و به نظرم میاد که ایشون اونجا ممکنه شهید شده باشه. و البته گفت از یک کشور خارجی هم با یه شماره به من زنگی زدن و گفتن ما اونجا دیدیمش و مشکوک موضوع ما هم نمیدونیم چی هست، ولی من گزارش کردم. خب این موضوع تا همینجا بین ما خاتمه پیدا کرد. من دیگه بیشتر از این وارد ماجرایشون نشدم. اون طرف قصه عرض حضور شما که اون کسی که به من خبر داد که از این موضوع ازشون سوال بکنم، گفت اون آقایی که دفترشون به عنوان معمور به اصطلاح قبلی یکی از ارگان‌ها رفت آمد داشته، من به اون مشکوکم که سر شوهر ایشون بلایی نیاورده باشه. گفتم شما چرا همینجوری شکی داری؟ گفت اون شخص ارگانی که ما بودیم بود، این دوستی که خبر داد خودش وکیل بود، البته که به اصطلاح بازنشسته از ارگان‌ها بود و وکیل شده بود. گفت من قبلا ما اخراجش کردیم به علت مسائل اخلاقی اینها و آدم بسیار خطرناکی است. من به اون خیلی شک دارم که سر شوهری بنده خدا یه بلایی نیاورده باشه. در این حال این موضوع بین ما موند و چند روز بعد، حالا خاطرم نیست چند ماه بعد، چند روز بعد یه فاصله بین این موضوع افتاد. خود این خانم مجدد به اون دادسرایی که به عبارت شما طرح شکایت کرده بوده یا اعلام مفقودی شوهرش کرده بوده مراجعه میکنه به عنوان پیگیری پرونده همسرش. اون مقام قضایی بازپرس محترم که بازپرس ویژه قتل بود، خیلی فرد باهوشی بود، خبرش داشتم. ایشون بعد از این مراجعه‌ای که حالا قبلا ایشون مراجعه، ولی این مراجعه اخیرش براش سوال شده بود که این خانم حالا بالاخره پیگیر موضوع است، به یه رسیدگی هم به خودش بشه. دستور به اصطلاح بازرسی از منزل ایشون رو میده و مامورین بعد از اینکه منزل ایشون رو بازرسی میکنن، خب یه سیم کارتی رو پیدا میکنن که ایشون مدعی بود، با اون شماره از خارج این مطلب چون به منم گفت، در دادسرا هم گفته بوده، از اون شماره بهش زنگ زدن و گفتن که شوهرش مثلا یه جایی دیده شده. بازپرس میگه که شما این شماره رو اعلام کردی که از یک کشور دیگه، این شماره که سیم کارتش توی منزل خود شما پیدا شد. این موضوع سرنخی میشه برای اینکه ایشون رو بازداشت کنن و ادامه قصه که دیگه ایشون بعد از بازجویی متعدد، بازجویی که بازپرس انجام میشه، از حضور شما که اعلام میکنه برای شوهرش کشته شده و ایشون به اتفاق اون آقایی که مأمور بود به اصطلاح و مأمور اخراجی یکی از ارگان‌ها بود و با ایشون همکاری میکرد و پرونده می آورد و ظاهرا برادر این خانم در این به اصطلاح قتل همسرش مداخله داشتن و بعد روزنامه‌ها رو من دیدم که متاسفانه این شوهرش که بسیار مرد خوب و شریف بود توسط اینها به نحوی کشته میشه و میبرنش در یکی از حوالی که از روستاها خارج از شهر اونجا دفن میکنن و بعدم به اصطلاح آثار جسدش هم پیدا شده بود و موضوع رسانه‌ای شد. متاسفانه این کارآموز محترم ما که بعد وکیل شده بود خیلی تلاش داشت که پله‌های موفقیت رو سریعتر از زمان خودش طی بکنه و این
نتیجه شد که زندگی خودش رو از دست داد، وکالت از دست داد و این لحظه که من اینو به اصطلاح موضوع رو دارم ضبط میکنم که خیلی چند سالی از این گذشته، خبر دارم از ایشون در زندان هست و سایر عواملی که در اون به اصطلاح قتل دست داشتن هم در زندان هم و منتظرن که تعیین تکلیف بشن و موضوع قصاص و اینها مطرح است و غیره. این تجربه تلخ رو من در دوران وکالت داشتم، خواستم با شما هم به اشتراک بذارم و درسی باشه برای سایر دوستان. متشکرم.